گنجینه در این عالم ویرانه نماز است. توحید بود باده و پیمانه نماز است. السلام علیکم و رحمت الله. السلام علیکم و رحمت الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام. تباركت يا ذا الجلال والإكرام. بعد آیت الکرسی را خوانده تسبیح ها را میگرداند. 33 مراتبه سبحان الله، 33 مراتبه الحمدلله و 33 مراتبه الله اکبر. بعد از آن لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک و له الحمد و هو علی كل شیء قدیر را خوانده بعد از آن دعای نماز را میخواند. اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا واجعله خالصا لوجهك الكريم. این را فراموش نکنیم که بهترین دعا آن دعایی است که مضمون آن را بفهمیم، چون که دعا کردن این طلب کردن از پروردگار است و وقتی که ما چیزی را طلب میکنیم باید بدانیم که ما چی را از خداوند طلب کرده ایستاده ایم. و سلام بر آن شخصانی که راه هدایت را پیش گرفتند. گنجینه در این عالم ویرانه نماز است. توحید بود باده و پیمانه نماز است.